جزیره الکاتراز که به طور غیررسمی به عنوان الکاتراز شناخته می شود، یک جزیره کوچک در خلیج سانفرانسیسکو است که به خاطر زندان معروف خود شهرت دارد. این زندان که در سال 1934 تأسیس شد، به عنوان یکی از امن‌ترین و مشهورترین زندان‌های تاریخ آمریکا شناخته می شود. تاریخچه جزیره الکاتراز ابتدا در دهه 1850 به عنوان یک پایگاه نظامی مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1934 دولت فدرال تصمیم به تبدیل آن به یک زندان کرد. این زندان برای نگهداری از جنایتکاران خطرناک و سرسخت طراحی شده بود و به دلیل موقعیت جغرافیاییش فرار از آن تقریباً غیرممکن به نظر می رسید. ساختار زندان الکاتراز دارای 336 سلول بود و به طور کلی حدود 1500 زندانی را در خود جای می‌داد. ساختار زندان شامل چندین بخش بود. بخش اصلی زندان، محوطه تفریحی و همچنین اتاق‌های غذاخوری و دیگر تسهیلات. دیوارهای ضخیم و نگهبانان مسلح به همراه شرایط سخت زندگی این زندان را به مکانی بسیار ترسناک تبدیل کرده بود. زندانیان معروف در طول سالها زندان الکاتراز میزبان برخی از معروفترین جنایتکاران تاریخ ایالات متحده بود. از جمله این زندانیان میتوان به الکاپون و جورج، مردی که در سیاهچاله زندگی میکند، جورج ماشینگان کلی اشاره کرد. این افراد به خاطر جنایات سنگین خود به این زندان منتقل شدند و داستانهای زیادی در مورد زندگی آنها در الکاتراز وجود دارد. زندگی در زندانیان الکاتراز تحت شرایط سختی زندگی می کردند. روزها معمولاً با کار اجباری، ورزشی و فعالیت‌های گروهی سپری می شد. شرایط غذایی نیز نسبتاً مناسب بود و زندانیان به غذاهای ساده‌ای دسترسی داشتند. اما رفتار سختگیرانه نگهبانان و محدودیت‌های شدید بر آزادی عمل زندگی را برای زندانیان دشوار می‌کرد. فرار از الکاتراز یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مربوط به زندان الکاتراز تلاش‌های متعدد زندانیان برای فرار از این مکان بود. مشهورترین فرار در سال 1962 رخ داد که 3 زندانی با طراحی یک برنامه پیچیده موفق شدند از زندان بگریزند. این فرار به یکی از داستان‌های افسانه‌ای تبدیل شد و حتی فیلم‌ها و کتاب‌های متعددی درباره آن ساخته شده است. بسته جهم زندان. در نهایت در سال 1963 زندان الکاتراز به دلیل هزینه‌های نگهداری بالا و مشکلات زیرساختی بسته شد. پس از بسته شدن، جزیره به مدت چند دهه متروکه ماند تا اینکه در دهه 1970 به عنوان یک جاذبه گردشگری بازگشایی شد. امروزه الکاتراز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری محبوب در سان فرانسیسکو شناخته می شود و هزاران بازدید کننده هر ساله از آن دیدن می کنند. نتیجه گیری، جزیره الکاتراز نه تنها یک زندان، بلکه بخشی از تاریخ معاصر آمریکا است. داستان‌های زندانیان، تلاش‌های فرار و شرایط سخت زندگی در این مکان همگی به جذابیت آن افزوده‌اند. امروزه الکاتراز به عنوان نمادی از مبارزه با جرم و جنایت و همچنین داستان‌های انسانی از زندگی در شرایط سخت شناخته می‌شود.